میکنم که در نام فامیلت پلیواتایی هستم. предатель, کافر، سورابودلیون. مشکلم سورابودلیون. همه طرفدارات دیپارتاسیون میکنم. ایساپا ایوب یک منافق اسلام ستیزی است که خود را وطن دوست و غمخوار وطن نشان داده کوشش میکند عالمان دین را در نزد مردم سیاه کند تا مردم گپ آنها را گوش نکنند. ای مردم تاجیک، دوست از دشمن فرق کنید. این بدبخت خائن ملت و خائن اسلام و مسلمین است. ایرا گوش نکنید. این بدبخت سگ کدامی است که بسیار کردن مخالفان و عالمان دین وظیفه دار است. در کجای یک دعوتگر و نصیحتگری است باید نوار کرده سیاهشان کنه. از همون زمانی که قپیدن و در سری بطول کشیناندنوش همین خستگی وفادار شده. چیز بگنوش همون کار میکنه. ای بدبخت، تو یک سیاسی افراطی هستی. با همون آدمایی که سیاسیان و مخالفن به گفت خودت با همون کاردار شو و گپ زن. سهراب عادلیان در کجا سیاسی ای؟ نه مخالفه و نه سیاسی. برای چی او را ایتا تحقیر و اهانت میکنی؟ همه سیاهش میکنی یک بار جواب بود نمیده. برای آنکه تو را لایق جواب دادن خودش نمیدونه. تو بدبخت در کجای یک نصیحتگر را دیدی که پیشروی داره سیاه کنی را سر میکنی تا مردم او را گوش نکنن. این کار شما دشمنی به یک عالم دین نیست بلکه دشمنی به اسلام و مسلمان هاست. مردم به عقل نیستن نفهمه. تو دشمنی تا نسبت اسلام همون زمان آشکار کردی که وقت برای حجاب پوشی زنان جریمه تعیین کردن. تو برآمدی گفتی که من راضی نیستم که جریمه 3000 سومانی باشه. اگر $3000 باشه من راضیم. تو این همیشه دشمنی تا نسبت اسلام آشکارا کرده بودی. این بدبخت دین روز مسلمان شدگی خودش میگه در نواراش، ولی امروز میفزه بر عالمان دین گستاخی و بد اخلاقی میکنه، تحقیر و اهانت میکند. وای بر حالی همون مردمی که عالمان دینشون تحقیر میشوند ولی خپن و چیزی نمیگن. وای بر حالشون. یک دو دعوتگر و نصیحتگر مانده که همینا را میخواهند از میدان بیرون کنند تا مردم گپ ملاها و نصیحتگرا را گوش نکنند و همه از اسلام دور شوند. ای مردم تاجیک، والله قسم از عالمان دین من در برابر این مثل شغالای اسلام ستیز دفاع نکردیم، در پیشگاه خداوند جواب میگیم.